حدود چند ماه پیش بود که یه گزارشی اومده بود از دستگاه اطلاعاتی که رژیم صهیونیستی با برخی از اوباش تماس گرفته و اینا مرتبط شدن. بخش هایی که به اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی با خشونت حمله کردن، آتش زدن و تخریب کردن کار ایناست بیشتر. اومدن عملا یه اعتراضات درونی رو گفتن رو ایجاد بکنیم که ساخت اجتماعی از نظام سیاسی جدا بشه و این با توجیه داره. لذا صحنه بین‌المللی میگم خب چرا داخل اینجوریه؟ چرا حکومت با مردم مقابله داره؟ پس اون مشکل توجیه رو برای خودشون دارن حل کنن. لذا در کل این حادثه اخیر رو باید دنباله جنگ 12 روزه در نظر بگیریم.